خداوند جل جلاله بسیار ارحم الراحمین ذاتی، لیکن بسا اوقات ما گو یک سری نامهربانی های دنیا اتها رو بیان و پریشان بیان که چرا یہ مشکل پیش آت و یہ مشکل اما حل نبی. و مسلمان مروچی بسیاری به مشکلات اتها گیر کبتگن و مشکلش حل نبیند. شیئنی مگه هم اما بارهاش علماء هشکنن قرآن تلاوت بی، احادیث رسول صلی الله علیه وسلم گوشه بی، علماء خیلی مسائلن توضیح دیان که الله ارحم الراحمین ذاتی. هر سورهش قرآن هم شروع کنن گو بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار بخشاینده و مهربان الله. اما بس اوقات برعکس یشی اما مواجه بیان علتی چیند. علتی یشی عزیزان محترم که خداوند غفور و رحیمند، ارحم الراحمینند، مهربانند، اما تحت یک ضابطه و قانونه. رابطه الله دیما مطرح نیست، ضابطه و قانون الله دیما طبق تعبیر شهید مولانا نعمت الله رحمه الله همی هستد که واجه فرمایش کو الله سبحانه و تعالی طبق ضابطه و قانون مهربانند و غفور و رحیمند. یہ سورہ تہا اول اللہ تبارک و تعالی بہمی ہنونی وقتا بدیگر نماز قسم یاتکند یا بزمانه کا قسم یاتکند کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام انسان به خساره و به نقصان و به بدبختی و بیچارگی تها به سر برند، به تباهی تها هستند، به مشکلات تهاوند. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که تحت قانون رب العالمین آتگند. قانون الله سبحانه و تعالی چی عزیزان محترم؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان و اعمال صالحه دارند. یعنی هر زمانی که انسانی یه دوین صفتانا و تی وجود تها آورد، اول ایمان را جوڑی کو، اعتقاد را وتی جوڑی کو، یک موحد کامل و درستی بود، وتی اعتقاد را گو قرآن برابری کو و گو سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برابری کو، و بعد طبق یشی طبق ایمان بعد از توحید اعمال صالحه انجام داد، نماز، زکات، حج، روچک و تمام اعمال خوبانه انجام داد. یه انسان خساره، نقصانه و بدبختیه در بوده. رابطه، پارتی بازی، یہ چیزان اللہ دیما اصلا کارایی ندارند و هیچ نوع ارز کنی که اثری در یشان نهند به نزد الله سبحانه و تعالی.
فقط من همین آیه ترجمه کنیم واجان تشریف آو که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه تحریم در مورد حضرت نوح و حضرت لوط علیهما السلام خانمان بردن که یشان با توجه بریشی که پیغمبران خانم هاتتن لیکن یه دوین قانونان چهره نیاتتن ایمان و عمل صالح چهره نیاتتن مردود بودند وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين دو جنیز آگتن حضرت نوح خانم حضرت لوط خانم هر دو کنیشان جوانین بندگان خانواده و خانوماتتن لیکن فخانتاهما قرآن شی یہ دوین عاجزگا خیانت کو راو روشی رکی یہ دوین اللہ نبیان داشت یشان نداشت ولذا فلم یغنیا عنهما من الله شیئا زمانی که الله دستور و حکم مبنی بر هلاکت یه دوین عاجزگانات یه دوین پیغمبران کار کرتگ نکو نه یه دنیا تا کار کرتگش کو و نه قیامت تا کاری بکنن متوجه نیارزا بیت عزیزان واجه کهت انشاءالله درود شریف بانتون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم فلم يغني عنهما من الله شيئا الله جل جلاله فرمایش کن یه دویم پیغمبران الله عذاب هیچ کاری نتوان تم کنند الله حضرت لوط علیه السلام را دستور فرمایند که ای حضرت لوط بانده سوم مالا توتی خانواده حرکت کنید که منی عذاب برای یک کمکت و حضرت لوط علیه السلام صبح محله حرکت کو و الله عذابات تمام قوم هلاک بود خانواده حضرت لوط نجات کو بجز همه پیرزاله که ایمان و عمل صالح نداشت عزیزان بفرما واجم بفرمایید جزاكم الله خير یک درود شریف بانتون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
عزیزان محترم، مطلب همیشه هست که رابطه به نزد الله سبحانه و تعالی هیچ رسمیتی نداری. اگر داشتینی گویا سیدنا نوح و سیدنا لوط علیهما السلام عاجزک باید شه الله عذاب نجاتش کردیم. حضرت نوح علیه السلام زاگ باید شه طوفان نوح نجات کردین و گو کافران یک جا هلاک مبوتین. عزیزان محترم، نیاد کت که حضرت ابراهیم علیه السلام پس ابو الانبیاء امام الموحدین علی نبینا و علیه السلام بسیار جایگاه بزرگ الله دیما داشت. لیکن عزیزان محترم، چون آئی پس تحت قانون الله تبارک و تعالی یعنی ایمان و عمل صالح نیاتت، عزیزان محترم، حضرت ابراهیم علیه السلام یہ جایگاه عظیم نتوانت الله قانون اب تگلینید و تا یک مدتی که وتی پسره در سوره مریم کهت که الله سبحانه که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایش کو که اپس من پتا دعای خیر کنین، طلب مغفرت کنین انشاءالله، تا یک مدت دعای خیر کو، لیکن الله سبحانه و تعالی هم ممنوع کو. وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. تا یک مدت ابراهیم علیه السلام که وقتی پسر وعده دادت که بابا جان من پتا طلب مغفرت و بخشش کن انشاءالله، لیکن زمانی که واضح بود که یه پس الله دشمنن، یه پس ایمان و عمل صالح نداری، تبرع منه، بیزاری اعلام کو دیگه شد و انگوری پری پسا دعای هم نکو. عزیزان محترم،